را بردی. پاکستان از دل لشکر چراغ صلح را روشن کردی. تشکر فیلد مارشال، درود بر رهبریات. تشکر وزیر اعظم برای هر تلاش صلح‌آمیز. از طرف ایران این را میگوییم تو صدای صلحی، نور انسانیت. وقتی دنیا در تاریکی ها گم شده بود، تو صلح را برگزیدی نه راه جنگ را. وقتی دیوارهای ترس بلند شدن، تو با محبت همه راه ها را پیوند دادی. از تهران تا لاهور این صدا جاری، بزرگترین پیروزی است این سفری که دلها را به هم پیوند داد، تا همیشه در یاد زمان.